یک نفر ساکنی ناحیه شهرتوز ولایت ختلان برای دزدی چاروا از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور دستگیر گردید. نامبرده دو سر چاروای کلانی شاخداری همدهه خود را به یغما برده است. گزارش همکارانمان در این خصوص. باعث تأسف است که بعضی از نفران گمراه دست به کردارهای خلاف قانون زده سالهای طولانی عمر عزیز خویش را پشت پنجره‌های محبس سپری می‌سازند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهرituز دو نفر از ساکنان جماعت دهاتی صدرالدین ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نمودند که شخصانی نامعلوم از زمین‌های خواجگی دهخانی‌شان چارواهای کلان شاخدارشان را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، عبدالنظر ترسون مراد سال تولدش 1986 ساکن ناحیه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. ضمن تفتیشات معین کرده شد که عبدالنظر چارواهای ساکنان را با طریق پنهانی دزدیده با نرخ ارزان به فروش برآورده است. دو بار دزدی کردم. دو تا چارگار به قچه آوردم بازار شهرتوز گاو بازار و فروختم. یکیش 3,500 یکیش 3,000 مبلغ با خودم سپرده بردم. بازداشت شده در دو حالت جنایت دزدی گمانبر دانسته شده ضرری رسانیده‌اش به شهروندان تقریبا 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد.